درود به همراهان عزیز و شریف آهن ملل. من سامیار سرافرازم و قبل از هر چیز روز مادر، روز زن و سال نو میلادی رو تبریک عرض میکنم. با تحلیل بازار فولاد در هفته دوم دیماه در خدمتت هستم. با من بمون لطفاً. لایک، کامنت و اشتراک گذاری فراموش نشه. برو بریم. خب اول دلار و اتفاقات سیاسی. این هفته قیمت دلار تقریباً ثابت بود و نوسان 200-300 تومانی داشت و یک شنبه تا 50,700 تومان رفت و نهایتاً تا چهارشنبه برگشت به 50,450 تومان. از اتفاقات ترند این هفته بگم، تعرفه اینترنت رو زیادش کردن برامون. 2 هفته پیش اپراتورها و شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت از دولت خواستن که 100% بذاره روی قیمت‌ها، یعنی 2 برابرش کنه. دولت جان هم نذاشت به 1 هفته بکشه، سریعاً لبیک گفت. البته 34% گرونش کرده فعلا، هرچند که یه سری بسته ها عملاً تا 100% هم افزایش قیمت داشتن. یه شماره هم اعلام کردن تا اگه کسی متوجه گرون فروشی شد تو همین زمینه اینترنت بهش زنگ بزنن و اطلاع بدن. البته میدونین که رسیدگی به شکایت های مردم طول میکشه. آخه ما مثل اپراتورها عزیز نیستیم که یه هفته‌ای هرچی میگن انجام بدن براشون. گفتن چون تورم زیاد بوده، هزینه های اپراتورها هم باید به نسبت تورم زیاد بشه. بعد دقت کردین توی ایران معمولا اینجوریه که گرون میشه ولی کیفیتش هم میاد پایین یا از حجم و اندازش میزنن. الان بحث اینترنت هم همینطور شده. به وضوح متوجه میشین که چقدر سرعت و کیفیت اینترنت اومده پایین. هرچند به مسئولین یه جور دیگه آمار میدن و احتمالاً نمودارها رو سر و ته تحویلشون میدن. اصلا مسئولین کارکشته و عزیز، چرا اینترنت رو کلاً جمع نمی کنین که دیگه شبا با خیال راحت بخوابین؟ کم هرس میخوریم از وضع معیشتمون، هرس آرامش شما رو هم باید بخوریم؟ یه ذره به خودتون برسین، حیفین به خدا. البته ما انتظار داشتیم این قضیه افزایش قیمت اینترنت رو بذارید برای بعد از انتخابات، ولی ظاهراً حواستون نبوده و وقتی متوجه شدین گفتین خب حالا یه بسته اینترنتی هدیه میدیم به ملت و دیگه تموم میشه. بریم سراغ بازار آهن و فولاد. یه آمار 10 ساله بدم بهت. معاملات خرید مسکن از سال 93 تا الان قریب به 75% کاهش داشته. اینقدر تورم زیاد بوده که دیگه خرید خونه آرزو شده و چاره‌ای جز اجاره نشینی نیست. وقتی اجاره نشینی بیشتر شد، نرخ اجاره سر به فلک گذاشت. ساخت و ساز از رونق افتاد، بازار آهنم که دیگه در جریانش هستی. تا 2 سال پیشم افزایش قیمت‌ها توی بازار آهن خریدارها رو تحریک می‌کرد که بخرن، ولی به خصوص امسال دیگه اینجوری نیست. حالا دولت میخواد با قیمت‌های دستوری جلوی افزایش قیمت مصالح رو بگیره تا رونق بده به بازار ساخت و ساز و نرخ ساخت مسکن رو کاهش بده. بعد تولید کننده ها تابستونا برق ندارن، زمستونا گاز و به شدت با چالش مواجهن. بحث مالیات و هزینه‌های زیادی که بهشون تحمیل میشه رو هم میذاریم کنار. شاید بپرسی آخه ایران که این همه ذخایر گازی داره، چرا باید گاز کارخونه‌های صنعتی قطع بشه یا محدود بشه؟ در جوابت بگم که دولت رو باید کاسب در نظر بگیری. وقتی تو مغازش یه جنسی داره که میتونه ازش بیشتر پول در بیاره، چرا ارزون بفروشه؟ به نظر میاد سیاست‌هایی که برای حوزه آهن و میلگرد دارن پیاده میکنن به سمتی میره که کارخونه‌های فولادی به خاطر مصرف انرژی زودتر تعطیل بشن، چون فروش انرژی به کشورهای همسایه خیلی به صرفه تره و سودش واسه دولت خیلی بیشتره. این که دولت هر کشوری دنبال سود باشه متعارف و معموله، ولی همزمان با کاسبیشون منافع ملت براشون در اولویته. مثل دولت خودمون که ما مردم اولویت اول و آخرشونیم. به هر حال روند بازار آهن توی این هفته‌ای که گذشت ثابت همراه با نوسانات کاهشی بود که میلگرد بیشترین سهم کاهش رو داشته. استقبال از بورس هم که یه 2 هفته‌ای بالا رفته بود، این هفته خبری نبود.
یه مقداری بازار ورق سردرگم بود که دلیلش عرضه‌های فولاد مبارکه بوده. برای هفته آینده هم انتظار نداریم روند متفاوتی رو نسبت به این هفته شاهد باشیم. البته بدیهیه که قیمت دلار و تقاضا توی بورس کالا و صحبت‌ها و تصمیمات مسئولین روی بازار تأثیر میذاره، ولی وقتی نقدینگی نیست و همه اون دلایل رکود بازار که گفتم به قوت خودشون باقیان، انتظار اتفاق خاصی رو نداریم. تو نظرت چیه درباره بازار فولاد، اقتصاد کشور و دلار؟ توی کامنت ها بنویس لطفاً، لایک کن و برای دوستانت هم به اشتراک بذار. خیلی مخلصم و به امید روزهای خوب برای ایران و ایرانی.